بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم است امروز. تقریبا نیم ساعت ما دیگه درس تکراری گذشت. دیگه امروز میایم رایت کلیک آن تاسک بار. لاک دیروز خوانده بودیم نه؟ لاک دسکتاپ. وقتی که اینجا لاک نباشه یعنی تک مارک نباشه، ایره دیگه یک طرف و دیگه طرف برده میتونه. میبینه نه؟ لفت کلیک هم میگیرن یعنی چپه. اینجا محکم گرفته اون او طرف بردی، یا بالا یا چپ یا پس با جای خود اختیار داری. یا میتونی امیر کلام کنی تاسک باره، اختیاری است دیگه. هر شکلی که خوش هستی به همون شکل شما استفاده کرده میتونین. وقتی که لاک شوه هیچ شور نمیخوره، هر جایی که لاک کنی همون جا میباشه. مشکل نیست انشالله. دومیش داریم تاسک بار سیتینگ. صحیح، سیتینگش دیگه بعضی چیزا داره. همون چیز است که گفتیم لاک در تاسک بار قلف کو. قلف است نه؟ میبینین امی رایت کلیک چک که بود ای همون چیز است. اینا باز شد هر طرف برده میتونی. صحیح انشالله. وقتی که قلف شوه هیچ طرف برده نمیشه. دو دیگهش داریم automatically hide the task bar in desktop mode. میگه اتومات با ما هاید کو تاسک باره. کلیک میزنیم اون گم شد. میبینین وقتی که پایین بیاین اتومات پیدا میشه. تابلت مود است ها. ولی ای وصل است. خویی که وصل نباشه کار میکنه برات. دومیش تاسک بار این دسکتاپ مود، تابلت مود. ای وصل است. خویی که وصل نباشه همین کار میکنه. تابلت مود اینجا باز ما مودا داریم که با کدام شکل وقتی که پروژکتور وصل شوه ای HDMI است. خب اینجا مودایش ما داریم ده اینجا است. ایرا باز پسانا میخوانیم. دیگهش داریم use small task bar button. همی بطن میبینین نه؟ از تاسک بار ایره با ما خرد نشان بده. میبینین؟ خرد شد. مشکل نیست؟ دیگه چی دارم؟ use peek to preview. پیک ایرو پیک کی میشناسه چی است؟ بسیار عالی. خب این چی میگه؟ وقتی که این ریکادم جنجال جور کرده با میبینین اینجا میایم هیچ عکس العمل نشان نمیده. ایروپیک آمدیم دیگه جای نیست. خب وقتی که این را تکمار کنیم یا روشن کنیم همی که به ایروپیک آمدی دسکتاپ نشان میده. فهمیدین یا نه؟ فرض مثال اینجا پروگرام ها داری، چند پروگرام برات باز است. میخوای به دسکتاپ بیایی ایروپیک که با آمدی میره به دسکتاپ. صحیح. ایره که چی کنی روشن کنی همون که رسیدی اتومات چی میکنه برات دسکتاپ روشن میده. بعد از او چی داریم؟ replace command prompt with Windows PowerShell and the menu when I right click the start button or press Windows key plus R plus X. هدفش چیست؟ کاماند پرومپت خب براتون خوانده بودیم نه؟ که از طریقی او ما چی کده میتونستیم؟ پینت به چند طریقه براتون باز کردیم. صحیح؟ این میگه وقتی که چک باشه با ما نشان بده، وقتی که چک نباشه با ما ویندوز پاورشل نشان بده. چی وقت؟ وقتی که ما سر استارت بتن رایت کلیک کنیم. یا خود چپ است نه استارت مینو باز میکنه. یک چی است؟ رایت کلیک است. این مینو را باز کن. میبینین اینجا ما چی داریم؟ ویندوز پاورشل. صحیح. این معمول مثل چی کار میکنه؟ کاماند پرومپت. شما از طریق این انتر کد چی میکنیم؟ کد گذاری کردن میتونیم. صحیح. یا اگه ما برشان بگیم که نه با ما ایره نشان نتی
کماند پرامپت نشان بدین. میبینین CMD کی برشان میده یا کنترل X ویندوز بتن پلاس X میبینین همون چیز است. اگر چک باشه پاورشیل نشان بده، اگر نباشه CMD یا کماند پرامپت نشان بده. دیگه چی داریم؟ شو بیتس آن تاسک بار بتن. اینجا دیگه اینترنت وصل است رسولی سر یوزر ساین شدی. خب این هدفش چیست؟ وقتی که شما در کروم یا در گوگل اما با اکانت خود انتر شوین، اکانتتان طبعا اینجا میبینین عکستان میآید. صحیح آل انتر نیست. وقتی که ساینین باشین اینجا عکستان میآید، اما عکسا که تا اینجا نشان میده، میگه خرد نشان بده یا کلان. وظیفهش همین چیز است. شما کسایی که در کروم ساینین است میشه چک کنه، اگر نیست بیاین باز در کامپیوتر ما ساینین است، ما براتون نشان میدیم. بعد از اون چی داریم؟ تاسک بار لوکیشن آن سکرین. میگه موقعیت تاسک بار در سکرین در کجا باشه. اینا باتم گفته یعنی پایین، ما برش میگیم لفت بورد. همون چیزی که قبلا درک کردیم همون کار میکنه. یا تاپ باشه، بالا باشه یا راسته باشه، همین کارش است. یا باتم، نارمال باتم می باشه. بعد از اون چی داریم؟ کسایی که مشکل داره پرسان کنه، ما همون تو پیش میریم دیگه. کامباین تاسبار بتن. کامباین یک جای شدن میگه. چی گفته؟ always hide labels. میگه دائما لیبل امی پروگرامی که موضوع کلگی تاسک بار است دیگه حاجت نیست که ما بگیم. چیزی که در تاسک بار داریم میگه لیبلش چی کو پوت کو شکاره نشه. میبینین کنترل پنل است، ورد است، امو کروم است. امو چیزی که نامش هست هیچ معلوم نمیشه، آیکانش معلوم میشه. ما برش چی میگم؟ نه و لیبل نه چیز نیست. میبینین مکمل براتون معلوم شد. دیگه دارم نیور، هیچ وقت نی. بازی چند حالت دارن. اینجا گفته when task bar is full. میگه وقتی که تاسک بار فول باشه. آله فول است؟ نیست. نه ما فرض مثال امی ورده کنترل این اخو یاد داره. نه برنامه را زیاد میگیریم که تاسک بار فول شوه. صحیح؟ این تو یک شکل گرفت. میبینیم؟ ما برش میگیم که وین تاسک بار فول. ایتو نشان بده. کامباین کنین. اما برنامه ای که فرض مثال ما از مایکروسافت ورد 20 صفحه باز کردیم. 20 صفحه را مکمل یک جای میکنه در تاسک بار نشان میده. اگر ما برش هم بگوییم که چی شوه؟ هاید کو این شکل نشان میده. ما برش میگم نیور. هیچ وقت کامباین نکو. هر صفحه را جدا با ما نشان بدین. فرض مثال اگر ما از دیگه برنامه داشته باشیم، یعنی یک چیز برنامه میبینین خیلی زیاد داره میجه. وقتی که برنامه یک چیز باشه او را کامباین کو با ما. when task bar is full always hide. فهمیده شد؟ مشکل نیست. پیش بریم. خب how do I customize task bar؟ ای ربطی به help داره. وقتی که را کلیک میکنین اگر اینترنت باشه معلومات براتون میده که چه قسم کاستومایز هدف چیز که به دل خود جور کردن. صحیح؟ ای به اینترنت رفت. وقتی که اینترنت باشه براتون معلومات میده که چه قسم شما ای را کاستومایز بکنید. چی باشه در تاسک بار، چی نباشه. چه قسم روشن کنم. مثل که این برنامه‌ای که ما داشتیم کامباین شوه نشوه، لیبلش معلوم شوه نشوه. صحیح انشالله. کلاگی انشالله 6 MB اینترنت دارن استفاده کنین از. خب بعد از این میگه نوتیفیکیشن ایریا. گفتم نه روز اول نامای پشتو و فارسی شاید بگیرن که چی وظیفه داره، ولی نامای انگلیسیش خیلی مهم است. وقتی که کار میکنی به تو نمیگه که اگه ساحه ملی وظیفوی، به تو میگه تاسک بار. همی نوتیفیکیشن ایریا چی است؟
یاد دارین کدام ساحه است؟ معلومات و صفحه. نه باش شما بگو کما ځای ډیر ښه صحیح شو. حالا میگه که نوتیفیکیشن ایریا اولش چیز select which icons appears on the taskbar. شاید انگلیسی ما تلفظش غلط باشه، ما استاد انگلیسی تان نیستیم. میگه انتخاب کنین کدام آیکانا در تاسکبار چی شوه باشه. صحیح. البته در چی نوتیفیکیشن ایریا موضوع عمومی تاسکبار است، باز چی است نوتیفیکیشن ایریا. میگه میکروفون چی است؟ امی ساحه نیست، امی ساعت که از زبان است، والیم است، اینترنت است، امی آیکن چارج است، ریکاردینگش امی را نوتیفیکیشن ایریا میگه. ای در کامپیوترها تیار میباشن، خودت عیار میکنی، جور میکنی کدام برنامه را ایجا نشان بده، آیکنش کدام نشان نده. امی وظیفهش است. خلاص. select which icons میگه انتخاب کو کدام آیکن در تاسکبار باشه. ما برش میگیم always show all icons in the notification area. میگه دائما همگی آیکانا را به ما نشان بده. چیزی که ایجا داره میبینین، ایره چک میکنیم، میبینین تا نوتیفیکیشن ایریا مکمل چیزایی که داریم ایجا آمد. مشکل نیست انشالله. فهمیده شد؟ فهمیدی فرشته؟ کسایی که نمیفهمه سوال کنین که این چیزا روبرو میشین امرایشان، باز امرایشان به زحمت میشین که یاد نداشته باشین. بعد از او ایره اگه آف کنیم انتخابی است. کدامش کار داری؟ این میکروفون داریم، ایره دیسیبل میکنیم، از اینجا گم میشه از نوتیفیکیشن ایریا. پاورشه، نتورکشه، والیمشه. میبینین چیا تنها مانده؟ صحیح. اگه میخواین هر کدامش ویلسی اوپن نیست، وقتی که اوپن باشه مکمل براتون نشان میتن. میبینین این چیزا براتون مکمل آمد. مشکل نیست تا اینجا؟ نوتیفیکیشن ایریا کدام آیکن کار داری که باشه، کار نداری آفش کن. غیر لدی ایکانون آیکانون اضافه کولای شو د صفحه ته نوتیفیکیشن ایریا ته دلته چې مونږ څه لرو دا کولای شو. کمپیوټر کې اضافه لکه چی شي ل باندې نه لکه نه مثلا نه لرو. ځینې داسې دي چې کله یو فایل ته اوپن کې اتومات دلته یو آیکن اخلي. فرض مثال که ته سکایپ اوپن کې دلته یو فایل اخلي، که چیرې ته پرنټینګ کې دلته یو آیکن راځي. صحیح ده. آن د سپاټ چې کله ته رننګ پروګرام وي هغه دلته راځي. دا دلته چې نشي کولای. نه 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 هغه بیا دلته په ټاسکبار کې پین کولای شي، هلته نشي کولای. بعد از او چی داریم؟ turn system icons on or off. system icons میبینیم این چیزا را میگه براتون. میگه اون ساعت هیچ نشان نمیده، والیم نشان نمیده، نتورک چیزا. صحیح انشالله. مشکل نیست تا اینجا. یک بیخی ساعت موجود نمی باشه از کجا میاری؟ صحیح. میایی در تاسکبار رایت کلیک، اینجا چی داریم؟ ترن سیستم آیکنز. ساعت با ما روشان بده. بعدا باز میخوانیم که ساعت به کدام فرمت باشه. در AM PM چی نشته شوه؟ شبانه، روزانه، یا احمد یا خان یا سنگری یا فلان و فلان. اختیاری سر چیزی که نشته میکنی، ولی چیزی که استاندارد است او باید باشه. انشالله چیز مشکل نیست اینجا. بس است یا دیگه هم بخوانیم؟ بس باشه. کفایت میکنه به امروز؟